هر کس بعد از نماز فرض آیت الکرسی را بخواند بین او و بهشت فقط مرگ مانع هست. چقدر زیبا! مرگ به سراغ هر کدام ما و شما می آید، خوب باشیم بد باشیم، فقیر باشیم غنی باشیم، زن مرد پیر جوان مریض صحتمند. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اجل ما پر شود ملک الموت می آید. کسی که آیت الکرسی را بعد از نمازهای فرض بخواند، با اخلاص بخواند، با تدبر بخواند، به صفات الله فکر کند، به قدرت الله فکر کند و تسلیم درگاه الهی باشد، اینجا هست که وقتی ملک الموت جان چنین شخص را بگیرد بین او و بهشت فقط مرگ است. حجاب برداشته می شود، پرده برداشته می شود، مانع برداشته می شود. بنده الله که چشمان خود را پت کند جنت الله را می بیند. همه ما در انتظار جنت هستیم، همه ما از جهنم به خدا پناه می بریم. پس بیاییم که از اینها استفاده کنیم. دوای درد ما هست، کلید حل مشکلات می باشد. خوشا به حال کسانی که پایبند هستند به این ذکر و به این آیت قرآن که تلاوت می کنند بعد از هر نماز فرضی. صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه می گوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از من پرسیدند کدام آیه کلام الله از همه افضل است؟ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چنین می گوید از من پرسیدن رسول الله کدام آیه کلام الله از همه افضل است؟ گفتم الله و رسولش داناترند. باز رسول الله پرسیدن کدام آیه کلام الله افضل است؟ بعد از چند بار تکرار ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه می گوید من گفتم که آیت الکرسی می باشد یا رسول الله. رسول الله دست خود را به سینه ابی زدن و گفتن که این علم برایت مبارک باد، مبارک باد این علم برایت. سبحان الله. در جای دیگر سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در سوره بقره آیه هست که سردار همه آیات قرآن کریم می باشد. در خانه که تلاوت می شود اگر در آن خانه شیطان باشد، جنیات باشند، حتما خارج می شوند. بیاییم که آیت الکرسی را یاد بگیریم، تلاوت کنیم تا از شر شیاطین انسی و جنی در امان باشیم. اگر می خواهیم که در خانه ما شیطان راه نداشته باشد، شیطان جا نداشته باشد و از وسوسه شیطان در امان باشیم و در خانه ما خیر و برکت و نور و روشنایی و آرامش باشد، آیت الکرسی را تلاوت بنماییم. هر لحظه تلاوت کنیم، صبح و شام تلاوت کنیم. تلاوت آیت الکرسی یقین انسان را به درگاه الله محکم می کند. این موضوعی است که تجربه شده. اگر می خواهیم یقین ما، توکل ما به درگاه الله محکم بشود، بیشتر بشود، چه کار کنیم؟ آیت الکرسی را حتما و حتما یاد بگیریم و تلاوت بنماییم. سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند بزرگترین آیه قرآن کریم آیت الکرسی می باشد. بزرگترین، با فضیلتترین، زیباترین آیه قرآن هست آیت الکرسی.